رفیق گل من، هرچی راجع به این استراتژی بگم کم گفتم. دقت داشته باش، اینجا کفا بالای همه. خب هیچ کندلی نیومده حتی با شادو کف قبلی خودش رو ببینه که در اون صورت مارکت رنج بشه. حالا وقتی بریک آف استراکچر یا بی او اس انجام میشه، آخرین کندلی که تلاش برای پول بک زدن رو کرده هایلایت میکنم، سعی میکنم که روند به این ناحیه برسه. حالا وقتی یک دوجی میده، کندل بعدی اگر با بادی بالاش کلوز بکنه ورود میکنم. این کارو نکرد، با شادو بود، اما یک دوجی دیگه داد که کندل بعد بالاش کلوز کرده. همینجا ورود میکنم، استاپ لاس پشت کندل اول و ببینیم که نتیجه تارگت اول و حالا اینجا میاد تارگت دوم رو میده. یه چیز دیگه هم دقت کن، ببین دوباره کفا اومدن زیر هم، مارکت رنج شد، درسته؟ حالا دوباره ببین اون کندلی که باعث شد پولبک آخر رو بزنه و رنج بریک بشه رو ببین، دقیقا همینجا دوباره یک دوجی، یک کلوز بالاش، ورود بعدی.